ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 51-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. من خود را سرزنش کردن گرفتم چرا در ایام زنده بودن او راه یافته و او نزدیک نشدم و چرا فکر و ملاحظه های او را در حق زمان و همزمانان بی واسطه از زبان او نشنیدم. در شهر بخارا دوستان و قدرشناسان احمد دانش بسیار باشند هم من با هیچ کدام آنها شناسای نزدیک نبودم. یکی از دوستداران او که به عقیده من از همه بیشتر به او بهای بلند میداد شریف جان مخدوم بود و او در همان روزها در تومن پیشکو قاضی بود. من با او شناسای نزدیک و خدمتگاری پیشترش بودم که به پیش او رفته روزی چند درباره مرحوم با او همدردی کردن را قرار دادم. عینی کلیات جلد 7 صفحه 438. همین طور عینی در نیمه های ماه اپریل سال 1897 از دهه ساکتری به تومن پیشکو به نزد قاضی شریف جان مخدوم می رود و افسوس و ندامتش را یک جایه با او آید به فوت احمد مخدومی دانش بیان می نماید. خود عینی در همین سفرش راجع به مقام اقتصادی و اجتماعی و مدنی این تومن آن زمانه نیز معلومات مفید داده است. از بس که این تومن کماب و با وجود حاصلخیزی زمینهایش اهالیش قشاق بوده، اهالی شهر بخارا به اینجا کم آمد و رفت داشته و سوداگرانی چاربازارگردی شهر باشند هیچ نمی آمده اند. به این سبب قاضی که در شهر همیشه در بین گروه همصحبتان و شاعران روز می گذرانید در اینجا بسیار دلتنگ شده بوده است. بنابراین مرا نمانند خدمتگاری پیشتره خود و نمانند یک طلبه هوسگار شعر و ادبیات بلکه مانند برادر و خویشاوند نزدیک خود گرم و جوشان قبول نمود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 439. جمله های فوق حتی از آزادانه به نزد قاضی شریف جان مخدوم برای تعزیه احمد مخدوم دانش رفتن او در حقیقت اثبات می سازند که در سالهای 1896 1897 این قاضی کلانزاده او را نه همچون خدمتگاری پیشتره خود و یا ملا بچه هوسکار شعر و ادبیات بلکه مانند برادر و خویش نزدیک خود قبول کرده بوده است. مواد و دلیل فوق باز گواه آن است که از همین سالها سر کرده در بین این دو فرزند معروف ساحه ادبیات بدیعی خلق تاجیک به فرقیت عظیمی صنفی و طبقویشان نگاه نکرده قرابت نزدیکی به وجود می آید و آن تا آخر عمرشان دوام می کند. همین طور آنها در یک جایگی با میرزا عبدالواحد منظم فوت احمد مخدومی دانش را در تومن پیشکوه عزاداری می نمایند. چنانکه از ترجمه حال میرزا عبدالواحد منظم معلوم است او هر سال از سال 1896 سر کرده
وقتی تعطیلش را در قاضیخانه قاضی شریف جان مخدوم صدری ضیا در خدمت یاردمچی میرزای او می‌گذرانید و بعضی کارهای اداروی قاضی را به جا می آورد. در همان سال تعطیل 1897 هم هنگامی که عینی به پیشکوه آمد، دوست و شریک درس و همسبقش میرزا عبدالواحد منظم نیز در حولی و قاضیخانه قاضی شریف جان مخدوم صدری ضیا همچون یاردمچی میرزای قاضیخانه میرزا عبدالرحیم خدمت می کرد. آنها عینی و میرزا عبدالواحد منظم در همان سال تعطیل 1897 یکمین بار در پیشکوه با دفتری مسوده های احمد مخدوم دانش که آن در دست قاضی شریف جان مخدوم صدری ضیا نگاه داشته می شد و اساساً عبارت از موادها برای نوادر الوقایع بوده است شناس می شوند. عینی در یادداشت‌هایش به خاطر می آورد که نخستین بار در پیشکوه بعد از گفتگو و مصاحبه های دور و دراز هر روزه اش با قاضی شریف جان مخدوم صدری ضیا با یک دفتری کنانی مسوده های احمد مخدوم دانش که با دست خودی دانش نوشته شده بوده است و صدری ضیا آن را با مدد سابق آشپزی احمد مخدوم دانش و حالا آشپزی خودش قاری نعمت به دست در آورده بوده است شناس می شود و آن را سر تا پا مطالعه می کند. مطالعه آن دفتری مسوده احمد مخدوم دانش به عینی تأثیر نهایت کلان می رساند که او درباره آن لحظه شناساییش با این یک گوهر نایاب فکری ذیل را بیان می کند. این دفتر در دست قاری نعمت نام آشپز قاضی بود که او در وقت زندگی احمد مخدوم به او آشپزی می کرد. قاری نعمت از خردسالیش تا وفات احمد دانش همیشه در خدمت او بوده. بعد از وفات او و گذرانیدن روزهای عزاداری با طلب شریف جان مخدوم به خدمت او آمده وظیفه آشپز را ادا می کرد. نظر به قول قاری نعمت احمد مخدوم آن دفتر را به او یادگاری گویان داده بوده است، اما در این باره در دفتر چیزی نوشته نشده بود. در هر حال برای آن روزها مطالعه کرده برآمدن آن دفتر برابری تصادفاً دریافتن یک گوهر نایاب بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 440. با منتداری بزرگ تأکید باید نمود که قاری نعمت آشپز با محفوظ داشتن آن دفتری مسوده آن گوهر گرانبهای احمد مخدوم دانش برای تمدن، علم و فن، ادبیات بدیعی و صنعت تاجیک خدمت بزرگ تاریخی را به جا آورده است که این خلق نام او را تا ابد با نیکی یادآور خواهد شد. این کار را دائما و در زمانی حاضر و آینده حتما دوام دادن لازم است تا که میراث بزرگانمان از بین تماما نروند، گم و نابود نشوند. خطا نمی شود اگر گوییم که از همان سال اولین شناسایی صدرالدین عینی با این دفتری مسوده ها که آن مسوده نوادر الوقایع احمد مخدوم دانش بوده است در عقل و شعور و تفکر او انقلابی عظیم معنوی به وجود می آید. حتی همان بهای در بالا آورده شده صدرالدین عینی در هر حال برای من در آن روزها مطالعه کرده برآمدن دفتر برابری تصادفاً دریافتن یک گوهر نایاب بود. درستی آن فکری را که
نوادر الوقایع در عقل و شعور او انقلابی عظیمی به وجود آورده بود پرره تصدیق می نماید. علاوه بر این در همان سال 1897 چقدر با دقت خواندن و مطالعه کردن و از برنمودن آن به عینی چقدر تأثیری عمیق و ابدی رسانیدن آن دفتر کلان مسوده های احمد مخدومی دانش را با آن دلیل و برهان تصدیق و اثبات کردن ممکن است که او بعد از چندین ده سالها در یک قطار اثرهایش از این دفتر نه تنها اقتباس های سیر شمار می آورد بلکه مضمون و قاویه و عقیده و افکار مصنف آن را همه جانبه تحلیل و تحقیق نیز می نماید. این فکر را باز با خاراکتریستیک نهایت دقیق دادن آن مسوده از جانب خود عینی اثبات کردن ممکن است. در آن دفتر بعضی خاطره ها، حکایه ها و تأثیرات مؤلف از بعضی واقعه ها به طرز پریشان و کج و کلیب و عموماً نه به سطرهای راست بلکه عریب نوشته شده بودند. بعد از آن که من با کلانترین اثری مرحوم آشنا شدم معلوم شد که بیشترین چیزهایی در این دفتر نوشته شده متریال هایی در آن کتاب داخل کرده شدنی بوده است. معلوم می شد که مؤلف اول و پیش هر چیزی به خاطرش رسیده را در این دفتر به طرز پریشان نوشته است و بعد از آن آنها را دوباره کار کرده به یک ترتیب انداخته و به بابها جدا نموده نوادر الوقایع را به وجود آورده است. البته در این دفتر پارچه هایی هم بودند که به نوادر الوقایع در آورده نشده بودند و این چنین چیزهایی هم بودند که بعد از تمام شدن تألیف این کتاب نوشته شده بودند. عینی کلیات جلد 7 صفحه 440. همینطور با مطالعه و آموزش آن دستنویس احمد مخدومی دانش محققان باز در یک پهلوی دیگری فعالیت علمی و ادبیات شناسی یعنی باز در علم متن شناسی دانشمند نازک فهم بودن عینی را دریاب می کنند. او با متن این مسوده احمد مخدومی دانش شناس گردیده و خلاصه می آید که مؤلف از یک طرف بعضی معلومات ها، خاطره ها و تأثیرات خیش را درباره یک قطار مسئله ها، معماها و واقعه های جمعیتی، اجتماعی و تاریخی پیشکی، حقانی و روشن بیان کرده باشد، از طرف دیگر اول و پیش هر چیزی به خاطرش رسیده را در این دفتر به طرز پریشان نوشته است و بعد از آن آنها را کار کرده به یک ترتیب انداخته و به بابها جدا نموده نوادر الوقایع را به وجود آورده است. همانجا جلد 7 صفحه 440. از روی گفت عینی مطالعه و خوانش این دفتر مسوده های احمد مخدومی دانش که نخستین بار در ماه‌های اپریل می سال 1897 به وقوع پیوسته بودند، در شعور و تفکر عینی اولین نشانه و علنگه انقلاب معنوی را به وجود آوردند. در بین آن دفتر مسوده احمد مخدومی دانش به نظر عینی بابهای جداگانه این چنین پارچه های تا کنون در نوادر الوقایع در آورده نشده و یا بعد از تمام شدن تألیف آن نوشته شده نمایان می گردند که بعد شناسایی با آنها دانش و معلومات عینی درباره چگونگی مفکوره و اندیشه، فکر و عقیده و جهانبینی احمد مخدومی دانش خیلی زیاد می شوند. از جمله عینی از این دفتر مسوده ها
با بعضی پارچه ها دچار می آید که به علم نجوم علاقمند بودند که بعدها در نوادر الوقایع داخل نگردیدند. در این باره خود عینی این طور نوشته است: یکی از آن پارچه هایی که به نوادر الوقایع داخل کردن نشده بودند سبب مشغول شدن مؤلف به علم نجوم حساب می یابد. عینی کلیات جلد 7 صفحه 440. شناسایی عینی با آن دفتر مسوده ها باز از آن جهت اهمیت ادبی و تاریخی دارد که چی خود عینی و چی حالا تمامی مردم تاجیک از آن دفتر درباره در روزهای آخری عمرش به کدام بیماری از جمله درباره برجاماندگی دور و دراز و به بیماری قبضیت دچار گردیدن احمد مخدومی دانش معلومات پیدا می کنند. عینی این دلیل را از زندگی احمد مخدومی دانش به طور ذیل به قلم داده است. پارچه دیگری که در آن دفتر دیدم تأثیرات روزهای بیماری مؤلف بود. معلوم است که او در آخر عمرش دور و دراز بیماری برجامانده شده خوابیده بود و از آن نوشتجات معلوم شد که بیماریش قبضیت بوده است. او در این خصوص نوشته بود مضموناً: من از بازی که خود را می دانم خود را آزاد نگاه داشتم، هیچگاه و در هیچ مورد اسارت را بگردن نگرفتم. در وقتهایی که من به دربار منصوب بودم مأمور و راتبه معاشخوری پادشاهی بودم نیز آزادیم را از دست ندادم و اسارت را بگردن نگرفتم. مکتوب و عریضه هایم به پادشاه هم از هر گونه القاب، تملق و خوشامد خالی بود. اما در آخر عمر خود فهمیدم که آزادی مطلق در دنیا نبوده است. در حالتی که پیر، بیمار و برجامانده شدم برای ادای پسترین حاجت انسانی خود هر روز مجبورم که از طرف شرقی شهر بخارا حولی مؤلف صدرالدین عینی به غربی آن بیمارخانه صدرالدین عینی با یارمندی آدمان روم و در آنجا خود را به اسارت دکتر و آدمان او سپارم. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 441 442. معلومات بالایی ترجمه حالی و اخبار عینی درباره مناسبت احمد مخدومی دانش به امیران زمان خود و اهل دربار در اساس همان دفترهای مسوده که مقایسه‌شان با اصلی متن در آینده خیلی ضرور است، دانش آیندگان را در عینی شناسی زیاد خواهند نمود. در هنگام واخوری و ملاقات نوبتی عینی با قاضی شریف جان مخدومی صدری ضیا، یکی از میرزاهای قاضی خانه او میرزا عبدالرحیم هم از غم و اندوه و یأس و علمی بی حساب عینی به سبب فوت احمد مخدومی دانش آگاه می گردد و هم روشن می فهمد که او اثرهای این معارف پروری بزرگ را بی ایست جستجوی می نماید. میرزا عبدالرحیم هم این عملیات و حریصانه جستجوی نمودن آثار احمد مخدومی دانش را دیده ایستاده عینی را به حولی خود به مهمانی دعوت می کند تا که هیچ نباشد در این مسئله با او صحبت نماید و به او مدد رساند. بعد از این واخوری و ملاقات همین میرزا عبدالرحیم در خانه خود از بین کتاب‌های کتابخانه شخصیش
یوسف و زلیخا نام داستانی ناظم هراتی را 1601 1670-71 به عینی نشان می دهد که آن با خط احمد مخدوم نوشته شده بود و این چنین درباره واقعه های آن داستان در آن کتاب رسم ها کشیده شده بود که آنها هم کاری احمدی دانش بود. همانجا جلد 7 صحیفه 442. عینی با اولین بار دیدن خط، کتابت، صورتها، تصویرهای مثنوی ناظم هراتی یوسف و زلیخا در خصوص یک صحیفه تاریک فعالیت رسامی احمد مخدوم دانش تصوری مشخص و معین پیدا می کند. عینی بر رسمهای این کتاب احمد مخدوم دانش کتابت کرده خاکسارانه بهای متخصصانه ندادنش را بیان کرده می نویسد. از بس که من به صنعت شناسی وقوف ندارم، با آن هنری احمد مخدوم بها داده نمی توانم، اما میرزا عبدالرحیم یک رسم دیگری او را نشان داد که وی دقت مرا به خود جلب کرد. این در موضوع میرزا انوری میرشب و کاسه کوکناری او یک کاری کریکاتور مانندی آن صنعتکار بود. عینی در یک موضوع متمرکزانیده شده درباره میرزا انوری میرشب و کاسه کوکناری او از گنجینه میرزا عبدالرحیم در خصوص تا کدام اندازه در کشیدن رسمهای هجوی کریکاتوری استعداد کلان داشتنی رسام را خیلی درست تأکید می نماید. نظر به ایضاح میرزا عبدالرحیم می نویسد عینی: امیر مظفر میرزا انور نام کوکناری را در بخارا میرشب کرده بوده است. از بس که کوکناری ها ترسان چک می شوند و وظیفه میرشب باشد ناترسانه با دزدان مبارزه بردن است، احمد دانش این کاری امیر را حذف کرده آن رسم را کشیده بوده است. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 442. چنان که عینی می نویسد، آن رسمی که در یک تخت کاغذ جایداری کشیده شده بود از 3 لوحه و لحظه عبارت بود. احمد مخدوم دانش در یکی، روند و پرسیسی در کاسه کوکنار غجم کنی میرزا انور، در دیگری از جانب آدمان میرشب خبریابی میرزا انوری کوکناری از کار و عمل ناخوشی، و در لوحه سوم جریان مدهوشی و بیهوشی خود میرشب را بعد استعمال کوکنار کریکاتور مانند، خنده آور، تمسخربار و هجوآمیز تصویر نموده است. از این اخبار عینی از یک طرف آن چیز جالبی دقت است که در هر 3 رسم احمد مخدوم دانش در موضوع میرزا انوری میرشب و کاسه کوکناری او صورتهای آدمان کنکریتی مشخص کشیده شده اند و از طرف دیگر آن صورتها از یک کاری کریکاتور مانندی آن صنعتکاری با استعداد معارف پروری بزرگ معلومات می دهند. از طرف سوم به واسطه این رسمها هم رسم کش بودن احمد مخدوم دانش و هم چگونگی فهمیش و دانش و نقطه نظری خود او را به طرز و اصول رسم کشی زمانش فهمیدن ممکن است. یعنی آن صورتها برخلاف عقاید عنعنوی اسلام راجع به صنعت رسامی که به منع کشیدن صورت انسان نگرانیده شده بودند قلم کشی شده بودند. اگر عینی در حولی قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا با دفتری مسوده های احمد مخدوم دانش در بهار و تابستان سال 1897 آشنا شده باشد،
شناسایی همه جانبه و پره با کلانترین اثر احمد مخدومی دانش نوادر الوقایع بعد از 1-2 سالی وفات مؤلف آن در سال 1898 1899 باز در همان قاضیخانه قاضی شریف جان مخدوم دست داده بود. این واقعه با کتابت نوادر الوقایع احمد مخدومی دانش از طرف میرزا عبدالواحد بن برهانبیک منظم با سپارش قاضی محمد شریف صدور بن مولانا عبدالشکور در سال 1361 هجری 1898 میلاد علاقمند بود. در نتیجه همین عینی و میرزا عبدالواحد منظم با متن این اثر در هنگام نسخه بردار کردن آن همه جانبه شناس می گردند. این فکر را متن زیرین میرزا عبدالواحد منظم در آخر آن نسخه نوادر الوقایع احمد مخدومی دانش که در کتابت آن صدرالدین عینی مددگار اساسی بود تصدیق می کند. تمام شد به یوم جمعه ساعت 4 بعد پیشین به دستیاری میرزا عبدالواحد بن برهانبیک به فرموده مخدوم محترم میرزا محمد شریف صدور بن مولانا عبدالشکور در شهور سنه 1316. در جمله فقط در ساعت 4 بعد پیشین روز جمعه و سال 1316 هجری به اتمام رسانیدن نسخه برداری نوادر الوقایع از جانب میرزا عبدالواحد بن برهانبیک نشان داده شده باشد هم متاسفانه قید سنه روز و ماه و سال آغاز نسخه برداری و روز و ماه تمام شوی خود این اثر در هیچ جای قید نگردیده است. هنگامی که سال 1316 هجری مطابق 22 می سال 1898 میلادی 11 می سال 1899 میلادی می باشد، به خواننده معلوم نمی گردد که میرزا عبدالواحد منظم در کدام از روزهای جمعی کدام ماه سالهای 1898 1899 میلادی نوادر الوقایع را روبردار کرده است. همچنین او در هیچ کجای این نسخه قید نکرده است که کی به نسخه بردار کنی این اثر آغاز نموده است. اما از روی بیانات خود عینی تخمین و فرضیه را به میان گذاشتن ممکن است که عینی بعد از نخستین بار مطالعه آن دفتر کلان مسوده های احمد مخدومی دانش با اصل متن پره و به اتمام رسیده شاه اثری او نوادر الوقایع در هنگام تعطیلش در سال 1899 آشنا گردیده بوده است. شما گفتاری 51 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.